با سلام. باور بفرمایید که این حیوان، این همون بچه گربه‌های کلنداک است که ملاحظه میکنید و بزرگ شده واسه خودش کسی شده. یه بچه موشی رو دید یک روز که رفت زیر کمد هستش اینجا و این حیوان الان امروز روز سومه که داره میاد و کمین میزنه، کمین زده، یعنی برای گرفتن یا شکار کردن این بچه موش ها هم دوستان جایی که زمانی که پیداشون میشه، یعنی اینکه پدرشون که معلوم نیست کیه، ولی خب مادرشون که معلومه بزرگشون میکنه و شیرشون میده، احتمالا شکار شده و حالا یه گربه‌ای، موشی، نمیدونم آدمی، عقاب، یه فلان چیز گرفتتش و اینها یتیم میشن، بالاجبار به دور میفتن از این ور به اون ور که چیزی دارن بخورن و خب باید بگیم که حالا متاسفانه یا خوشبختانه اونها هم شکار میشن، یعنی به گیر گربه ها و طلاق و این صحبت هم. باور بفرمایید که این گربه اون بچه گربه های کلنداک هست که دوتا بودن، یکیشون سفید